سلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. خدا گذشتگان این دیار رحمت و مغفرت نماید که بابا بیبی من در علمین منطقه دویم چست که در قبرستان خواب هستند. برای طلب استغفار نزدشان آمدگی بودیم. خدای گذشتگان تمام ما را به رحمت و مغفرتش گیرد که رحمت پروردگار حد و کنار ندارد. دوستا حتما وقتی که این نوار را میبینید دوستان عزیزی ما در حق گذشتگانتان یک طلب دعا کنید که آنها انتظار دعا هستند از شما دوستان عزیزی ما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافیهم وعفو عنهم واکرم نزولهم ونقیهم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. پروردگارا گذشتگان ما رحمت و مغفرت نما، جای خواب رفتگیشان خدایا خداوندا باغ‌های از باغ‌های بهشت گردان. پروردگارا روحشان از ما شاد گردان، عاقبت کاراشون به خیر گردان. پروردگار عالی قدر و عظیم شان و شما نیز دوستا در حق گذشتگانتان دعاهای نیک کنید، چون گذشتگان ما چی اعمال نیک داشتن چی بد، هر چی کاری که کردن با خود بردن، ثواب و جوابش بر خودشان است. فقط روح گذشتگان را به نیکی یاد کنیم، در حقشان قرآن خوانیم و دعا کنیم تا اینکه خداوند به رحمتش گیرد آنها را دوستان عزیز ما، چون بازگشت ما به سوی پروردگار است. اگر علاج نداریم دوستا، امروز دویم روز عید بود و همین مادرم نزد قبر پدر مادرشان آوردگی بودم بهر عبرت که جای هر یکایی که ما علمین زهری خاک است، چون خداوند ما را از خاک خلق کرد و دوباره به خاک می اندازد و باز از همین خاک ما را بیرون میکند دوستان عزیز. و همون خاطر میگویم در حق گذشتگان دعا و نیایش بسیار کنیم تا اینکه بعد از گذشت ما باز فرزندها خویش اقربای ما بحر ما اللهم اغفر لی را دریغ ندارند که خداوند گناه های ما را ببخشد دوستان عزیز. خداوند همه سلامت دارد. البته نمیخواستم شما را در این روزهای شادی و خیر غمگین کنم، شما را یادی خویش اقربا گذشتگانتان کنم. به هر حال دوستان باید هر بار این گذشتگان را یاد کرد، چون که آنها از ما امید فاتحه دارند دوستان عزیز. خداوند همتون نگهدار باشد در کجایی که نباشد دوستان عزیز ما. عاقبت کاراتون به خیر گرداند، دولت پیریتان دهد و این تاجیکستان عزیز ما سرزمینی عزیز ما را خداوند برای هر یکایی که ما نگهدار باشد، صلح و ثبات همیشه در کشور عزیز ما هویدا باشد دوستا. باقی سربلند و خانه آباد باشید که این آرامگاهی غزم بود دوستا. باقی سربلند و خانه آباد باشید.